سلام دوستان، خوش اومدین به چنل من. چنل گیمر شد. توی این ویدیو قراره که در بازی رد دد 2 یا اوتفیت کلانتر درست کنیم. برای کلاه این ست باید از این کلاه استفاده کنیم که آموزش و ساختش رو بهتون میدم. دوستان برای این کلاه به پوست ایگوانا و گاو نیاز داریم. 3 ستاره. و برای شکار ایگوانا هم باید به این مکان بیایم و بهترین گان برای شکار گان وارمیت رایفل هستش. خب دوستان برای شکار گاو باید به امرالد رنچ بیایم. و این کلاه رو از سرپر بخریم. این پیراهن هم از همون اول بازی تو کمد لباسمون پیدا میشه و این وست هم میتونیم از هر لباس فروشی بخریم و این شروال هم همون اول بازی تو کمد لباسمون پیدا میکنیم و این بوت ها هم از هر لباس فروشی که بخوایم میتونیم بخریم و این دستکش هم همون اول بازی تو کمد لباسمون پیدا میشه و هر اسپرزی هم که دلمون بخواد میتونیم روی این ست بندازیم. خب دوستان کمربند و غلاف‌های این اسلحه هم میتونیم از هر گان استوری که بخوایم بخریم. و یک کراوات دلخواه هم میتونیم برای این ستمون استفاده کنیم. و اینطوری هم تنظیمش میکنیم. خب دوستان الان خیلی شبیه کلانترهایی توی بازی شدیم و این لباس برای چپتر 3 که کلانتر روز میشیم عالیه. خب دوستان وقت ویدیومون به پایان رسید. خدا نگهدار و لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه.